خب برآمد تکلیف اراده پیشنهادی داشته باشید. من یک قسمی آن کمبودیا البته پیشروی ها هم هستند لیکن مشکلی ها هم کم نیستند. بسیار شماره زیادی مکتب های صدمایی حالا با قانون نرسیدن اسباب انجام خانیش دیگر پرابلم هایی که در اینجا من گفتم. حتی معاش آموزگاران حاضرم به طلبات زمانه جوابگو است. با کوشش میکنیم که با رشد و پیشرفت و ترقیات تاجیکستان سال به سال مشکل خودمان هیچ کس هستن ما شما اومده وای نمیکنند خودمان میکنیم خودمان دیگر کس نه. مرحمت ای وطن با پیشوایت زنده باش با چنین بخت و بقایت زنده باش پیشوایت پیش صف در جاده هاست نیکنامی هم نوایت زنده باش درود و اظهار سپاس نثارتان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان من یوسف و زلیخا غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات جهان در سال 2023 گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان غالب دور جمهوریوی المپیاد از فن زبان و ادبیات تاجیک دارنده شهادتنامه اعلای صنف نو الحال خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه می باشم. محترم پیشوای معظم ناوابسته از خواننده مکتب بودنم با هدایت و غمخواری های شما الحال آموزش را در موضوع گیاهای شفابخش تاجیکستان آغاز نموده کاربری کرده ایستادم. در آینده آرزو دارم که همچون وارث ابوعلی ابن سینا در ساحه طب سهم ارزنده خویش را گذارم و به خلق و وطن عزیزم صادقانه و صافدلانه خدمت نموده معرفگر و پرچمبردار تاجیکستان عزیزم باشم. ما جوانان سعادتمند دوران صاحب استقلال این وطن محبوب شکرانه از آن می نماییم که در چنین دولت آباد و آزاد تحت رهبری شما محترم جناب عالی زندگی و تحصیل نموده به سوی حیات درخشان قدم استوار می گذاریم. محترم پیشوای محبوب ما با ابتکار و غمخواری های خیرتمندانه شما طول 6 سال این جانب در میهن زیبا منظر و بهشت آسایمان تاجیکستانی گلگل شکوفان بین قشرهای گوناگون جامعه از جمله بلبلکان باغ معرفت خوانندگان و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ابتدایی میانه و عالی کسبی آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه های اهالی کشور بهر دریافت استعدادها، چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. آزمون مذکور در پیشرفت و ترقیات امکانیت‌های بی‌نظیر را برای هر یک کتابخوان و کتاب دوست باز می‌نماید. محترم پیشوای معظم، در این روز فراموش نشونده و خاطرمان اظهار سپاس صمیمی خویش و کل غالبان و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را به شما پیشوای فرهنگ پرور و رعیت دوست ملت رسانیده تمنا می‌نمایم که همیشه ما نسل نورس و جوانان باشد. احترامانه سپاسگزارم بهر توجهتان. سلامت باشید. چند سال شد آزمون اشتراک میکنید؟ محترم جناب عالی 5 سال اینجا در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک کردم. جای
جای اول رو اشغال نکردی؟ جای اول رو اشغال کردم. در مرحله نهایی سزاوار جای اول از روی نمونه ادبیات جهان گشتم. گشته بود. احسن. تشکر زیاد جناب عالی. طبیب میشوی؟ بله جناب عالی. در سمت طبیب کدام؟ گیاهی شفابخش آموخته ایستادم؟ بله جناب عالی، حاضر آموزش را در سمت گیاهی شفابخش تاجیکستان آغاز کردم، اما در آینده آرزو دارم که طبیب ارتوپد تروماتولوگ یعنی شکستبند شوم. ارتوپد تروماتولوگ. برای چی؟ در از خردی آرزوی همین طبیب شدن را داشتم. پدر و مادر داری؟ بله جناب عالی. چیکار میکنه؟ محترم جناب عالی، پدرم وفات کردن، مادرم باشند کارمندچی دولت میباشم. باوری داره که داخل میشه؟ بله محترم جناب عالی، با دستگیری و غمخوری شما امیدوارم که داخل میشوم. میشه انشالله. غالب آزمون شده باشید تشکیم است. غیرتی کلام است. اولاد چند فرزند هستی؟ سه فرزند جناب عالی. سه تا؟ 2 فرزند، با مادرم 3، من و خواهرچم. خواهر دادن؟ خواهرت از صنف چند میخونن؟ خواهرم صنف 9. نه؟ برای خواندن هیچ کس مانعی نمیکنند؟ نه جناب عالی. نه؟ مرز. خواند دخترم نه میخوانید شما با مقصدت میرسی. کتاب خواندن چقدر نازه؟ بله جناب عالی. چقدر با دوگانه‌های نو پیدا کردی از شهر و نوعی‌های گوناگون در وقتی گذاشتن آزمون‌ها هم خیلی؟ بله جناب عالی. خودی داوران چقدر سوالا میتین؟ داوران خیلی خوب سوال دادن محترم جناب عالی. خیلی سوال‌های خوب دادن. ما رو از روی همین دانش ما سنجیدند. سلامت باشه. تشکر زیاد جناب. سلامت باشه. نه از خواند انشاءالله مقصد قطعی میرسی، مقصد داشته باشه میشه. اصلا چقدر اثر خوندی؟ چقدر اثر خوندی؟ از اثرهای ادبیات روس، ادبیات کشورهای آمریکا، اروپا، قرقیز، قفقاز، ازبک، ایران و افغانستان و هندوستان. همون روی خطایی که در نظامنامه یا در نامیناسی ادبیات جهان پیشنهاد شده بودن، همه آنها را مطالعه کردم. مطالعه کردی؟ بله. احسن. تشکر زیاد جناب عالی. سلامت باشه. موفقیت شما. تشکر زیاد. رحمت پدر و مادرت یک جان تشکر. رحمت. شیرتون. در آزمون ها بیشتر دختران اشتباه میکنن. بیشتر من نگاه میکنم بیشتر دختران است. بسیار فعال است.